الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز به یکی از سوالهای خیلی مهم جواب میدهیم. یک چند نفرها در شرح و کامنتاری ها نوشته بودند، خواهش کرده بودند در همین سوال جواب دهید گفته و همچنین تا آخری نوار همراه ما باشید. یک خوشخبری خیلی خوشحال کننده هست برای شما در آخر نوار انشاءالله میرسونیم و بیایید برمیگردیم به همین سوال مهم که این موضوع کردیت است. یک چند نفرها نوشته بودند، از جمله یکی از برادرها می نویسند که ماشاءالله برادر اسلامی درباره کردیت هم یک میفهموندید و حتی یکی از دوستان برادران گفتند که برای چی شما مثلا درباره کردیت صحبت نمیکنید. دوستان عزیز، برای چی مثلا شخصا من خودم تا این روز درباره کردیت صحبت نمیکردم؟ معلوم است آخه دوستان عزیز، حرام بودن کردیت و آشکارا ریبا بودنش یگان انسان شک و شبهه ندارد و این یک گناه آشکار واضح است دوستان عزیز. ولی با وجود این هم همچون یک یادآوری و همچون یک تا اینکه شاید به قلب همون نفرهایی که با همین چیز داد و گرفت میکنند تأثیر کند و یک سهم گذاشته باشه، همچون یادآوری آیات های قرآن کریمه که درباره زیشت بودن این گناه کبیره الله برای اهل ایمان گفته است و یادآور شده است و همچنین بعضی از احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم را یادآور میشویم و ذکر میکنیم. و البته پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز به پهن شدن ریبا پیش از روز قیامت اشاره نموده. در حدیث خود فرمودند که وقتی روز قیامت نزدیک می شود به دماغ مردم چنگ و غباری ریبا زده می ایستد. نعوذ بالله. و البته چنانه که گفتیم کردیت عیناً همون ریبا است و ریبا یکی از گناه‌های کبیره و گناه زشت است که در قرآن کریم وعیدهای خیلی سخت و خیلی زیاد آمده است. از جمله آن وعیدها در سوره بقره الله سبحانه و تعالی میگوید الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله میگوید آنهایی که ریبا را میخورند آنها روز قیامت به مانند یک انسانی که شیطان زده، انسانی که با شیطان تماس گرفته است و به مانند یک انسانی که چنانه که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر همین آیات میگویند مثل یک شخص مجنونی خفه شده روز قیامت برمیخیزد. نعوذ بالله. الله سبحانه و تعالی جزای ریباخوری جزای آنها روز قیامت همچنین میشود. و مانند یک انسان شیطان زده، انسان دیوانه از قبرهایشان میخیزند. و در ادامه آیات الله میفرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. الله میگوید الله ریبا را نیست و نابود میکند و برکت مال را از اون میگیرد و یربی الصدقات و الله سبحانه و تعالی برکات خود را در صدقات، در مال حلال میدهد الله سبحانه و تعالی. و همچنین باز در ادامه آیات الله سخت‌تر کرده باز وعید خود را میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. سبحان الله، ان کنتم مؤمنین. یعنی الله میگوید ای آنهایی که ایمان آورده، دعوای مؤمنین، میگوید من بنده مؤمن و مسلمان هستم، میگوید آنهایی که دعوای ایمان میکنید اتقوا الله، از الله بترسید، و ذروا ما بقی من الربا، آنچه که از ریبا باقی مانده است او را ترک کنید، از آن دوری جویید. ببینید شرطش را، آخر آیات را ببینید این کنتم مؤمنین، اگر شما از اهل ایمان باشید چنانه که دعوا میکنید، اگر در قلب شما ذره از ایمان وجود داشته باشد او ترک کنید. میگوید الله سبحانه و تعالی. باز یک وعید دیگر در ادامه آیات الله میگوید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. الله میگوید
اگر شما ترک نکردید ربا را، اگر شما از این چیز دست نکشیدید و دوری نجستید، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، از الله حق سبحانه و تعالی و از رسولش جنگ رو منتظر باشید. الله حق سبحانه و تعالی ضد بر آنهایی که ربا میخورند جنگ اعلام کرده است. ببینید چگونه الله حق سبحانه و تعالی وعید بالای وعید، وعید بالای وعید، چقدر این دلالت میکند بر زشت بودن این گناه کبیره. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که ائمه روایت کرده اند و همچنین امام حاکم در مستدرک خود روایت کرده اند، گفتند بر شرط شیخین امام بخاری و امام مسلم این حدیث درست است. گفتند در هر قومی که زنا و ربا پهن می شود، ببینید امروز هر یک قدم یک بانک خردکک، هر روز کردیت، هر روز قرضدهی با ربا، نعوذ بالله. در هر قومی که زنا و ربا پهن می شود، آنها برای خود عذاب الله را حلال کردند، یعنی منتظر عذاب الله باشند. عذاب الله چگونه است؟ الله خودش میدونه. یکی از عذاب میده ترینش این چنانی که در آیت گذشته بود، الله برکات را امروز از جامعه گرفته است. ببینید هر یک انسان امروز شکایت میکند از چی؟ برکه نیست. در خاندان، در مال و ملک اینقدر کار میکنیم، اینقدر زحمت میکشیم، مهاجرت میرد، اینجا میرد، اینقدر زحمت میکشیم، اما برکه نیست. یکی از میده ترین جزای ربا در جامعه این برکه را الله میگیرد. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید در حدیث صحیح خود فرمودند لعن الله آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه. سبحان الله. گفتند الله حق سبحانه و تعالی لعنت کرده است خورنده ربا را، آن نفری که قرض میدهد با ربا، و موکله، همچنین انسانی که چیکار میکند؟ ربا میدهد به شخص ربا گیرنده، یعنی قرضی با ربا میگیرد، میرود امروز به همون بانک هایی که قرض های ربوی میدهند، از آنجا قرض میگیرد، کردیت میگیرد، چنانه که در سوال گفتند. الله حق سبحانه و تعالی هم ربا دهنده را و هم ربا گیرنده را چیکار کرد؟ لعنت کرده است. با همین کفایه؟ نه. و کاتبه، همچنین کاتبش را، آنهایی که در همون شرکت ربا دهنده کار و فعالیت میکنند در ربا، یا به قول اکسپرت در کردیت شده کار و فعالیت میکنند، نعوذ بالله، تخصصی آنها چی است؟ مخصوص ان همین ربا است، نعوذ بالله. و آنها را نیز الله چیکار کرده است؟ لعنت کرده است. و همچنین کی را؟ و شاهدیه، و شاهدانی همین ربا را. یعنی ببینید تمام طایفه‌ای که در همین ربا شرکت دارند، همه آنها را الله چیکار کرده است؟ لعنت کرده است. یعنی آنهایی که امروز به اصطلاح چی میشوند؟ ضامن میشوند و کفیل میشوند، یا به اصطلاح روسی پروچیتل میشوند در همین کردیت ها، همونها نیز در همین شریک هستند در گناه، و آنها رو نیز الله سبحانه و تعالی چی میکنند؟ لعنت میکنند. بنابراین دوستان عزیز، ربا خیلی یک گناه زشت بزرگی کبیره است. از آن باید بنده مؤمن اگر در قلبش ذره از ایمان باشد دوری جوید و خیلی توبه کند. خیلی سخت اگر از این چیز دست زده باشد و بر این چیز، از همین چیز گرفته باشد یا داده باشد، خیلی سخت باید چیکار کند؟ توبه کند. بنابراین خیلی نفرهای زیاد نفرها نقل میکنند که میگویند تا آن دمی که من با همین ربا سر و کار نداشتم، حیاتم الحمدلله حیات خوب داشتم و مالی که میافتم گرچند کم باشد هم برکات الله در آن دیده میشد، اما وقتی با ربا سر و کار زدن را شروع کردم، حیاتم کلا تغییر یافت و خودم را یک انسان خیلی یک
بدبختی سرسخت احساس میکرده گشتم و تمام برکات از حیات من چی شد؟ گرفته شد. و خیلی قصه های زیادم هست که انسان هایی که با همین ریبا، انسان های مرابی، آنهایی که ریبا میخورند، با پرسنت به مردم قرض میدادند، خواه بانک باشد و خواه شخصی، آنها یک مصیبت های خیلی وزنین دچار شده هستند. قصه ها خیلی زیاد است. خب میگذاریم به یک سوال دیگری که از دوستان میگوید السلام علیکم استاد، در ت بانک یعنی تینکوف بانک در نظر دارند، شاد نکاپلینی دارم، هر ماه 0.9% بسیار میشده است، آیا سومی مانده من حرام میشود یا نه؟ خب بسیار نفرها از روسیه میپرسند، همین خیلی کارت ها میکشویم، کارت های بانکی، در همون باقی مانده مبلغ من چی میشود؟ شاد نکاپلینی یعنی پول جمع میشود. البته این پولی که از طرف بانک میاد حرام است، این هم به ربا داخل میشود برادران عزیز. و همون پولی که شما باقی مانده پولی شما، چنانکه که الله میگوید فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، اگر شما توبه کنید برای شما اصل سرمایه شما یعنی اصل مبلغ شما حق دارید که گیرید. میگوید الله شما صاحب آن مال هستید، مال اصلی شما وقتی توبه میکنید حلال باقی میماند، حرام نمیشود. اما اون سومی که جمع شده است و از طرف بانک گذشته است، البته وای چی است؟ وای ربا است و حرام است. اما اینجا سوال پیدا میشد که بعضی نفرها مثلا در کارت بانکشون همون مبلغ ها از طرف بانک آمده است، جمع شده است، چیکار کنم؟ من نمیدونستم از طرف بانک همین چیز گذشت، چیکار کنم؟ اولش اینکه همون فونکسیون رو، همون خصوصیت رو شما از کارت بانکتان اول در آمده محکم کنید، البته این میشود. و دویمش این که همون مالی که جمع شده است شما باید چیکار کنید؟ او را به یک انسان محتاج و نیازمند باید دهید، اما نه به نیت صدقات، نه به نیت خیرات، زیرا اینکه ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله حق سبحانه و تعالی چی است؟ پاک است و بجز پاک، بجز مال حلال دیگر چیز را الله قبول نمی کند. بنابراین ما وقتی مال حرام همین خیلی در آمده میماند یا نفهمیده مال حرام از یگان جهات کسب کرده درآمد کرده میمانیم، باید چیکار کنیم؟ با نیت خلاص شدن از مال حرام به یک نفر میرسانیم، نه اینکه با نیت خیرات. یعنی نیت در اینجا چی است؟ خیلی مهم هست، زیرا اینکه مال حرام را انسان نمیتواند همچون صدقه، همچون خیرات به یک انسان چیکار کند؟ دهد. خب اکنون چنانی که در آغاز نوار گفته بودیم یک خوشخبر، این خوشخبر به همین سوال هم ربط دارد، ماننده دارد. خوشخبر این است که رسما در فدراسیون روسیه 6 بانک چیکار کردند؟ فیلیال های بانکداری اسلامی را گشادند و فعالیت بانکداری اسلامی که حلال است، بی شبهه هست، آغاز کردند. البته استانداردهای آنها با همون استانداردهای عیاف درست میگیرد و کوشش کرده ایستادند. و همچنین شخصا من خودم پیگیری میکنم، شیخ علامه محمد تقی عثمانی که یکی از رموز و دانشمندان بزرگ این ساحه اقتصاد اسلامی هستند، در چندین کنفرانس هایی که در اقتصاد اسلامی در مسکو شده بود اشتراک میکردند و نظارت میکنند. بنابراین این خوشخبر برای آنهایی که در روسیه هستند و یکی از محصولات های همین بانک های اسلامی یا فیلیال های بانک های اسلامی چی است؟ این است که کارت های اسلامی، کارت های صادر میکنند که اسلامی است، موافق شریعت اسلام است. و خصوصیت های این کارت ها چی است؟ کارت های اسلامی یکی از همون خصوصیت هاش در مبلغی که میموند، باقی مانده مبلغ یا هر مبلغی که در کارت شما است، در همون پرسنت یا همون فایده جمع نمی شود در همون. و همچنین دومین خصوصیت این کارت های اسلامی چی است؟ با همین کارت ها انسان نمیتواند چیزهای حرام کرده خریداری کند، مثلا نوشاکی های سپرتی خریده نمیتواند با همون کارت ها، و همچنین سیگار و غیره و غیره، آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی حرام کرده است به این چیزها استفاده برده نمیتواند.
و همچنین یکی از خصوصیت های مهم این کارتها این است که سرمایه گذاری این کارتها علاهیده است کلا. یعنی بعضی انسان ها شاید گوید که ها همش چی است، همون یک حوض است، مادامی که وای بانک اصلی اش بانک ریبوی است و ریبا است و مالش حرام است، این همش حرام است. نه، فیلیال های اسلامی سرمایه گذاریش علاهیده است و هر مبلغی که در کارت شما گذاشته می شود آنها در فعالیت های حرام، در فعالیت های ریبوی هرگز استفاده برده نمی شود. و البته پیش از استفاده بردن هر یکی شما باز آموزید محصولات های این بانکداری اسلامی را ببینید، از اینترنت امروز دسترس است، جستجو کنید و البته تا قدر امکان میتوانید همین محصولات هایی که موافق شریعت اسلام است البته تا قدر امکان دستگیری کنید. و با همین قدر برنامه امروزه را اکتفا میکنیم دوستان عزیز. و همچنین خیلی زیاد میپرسند که چگونه به تماس برایم. دوستان عزیز اینجا تلگرام را میگذاریم، کسی میخواهد هر پیشنهاد هر سوالی دارد با همین نیکنیم میتوانید نویسید، تا قدر امکان انشاءالله جواب میدهیم. و الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله همیشه هر یکی ما و شما را نگهبان باشد تا برنامه های آینده. الله نگهبانتان باشد.